بیا مامان جان یه باد فرنگم برات اینا تو همشون به اتفاق کاج و انار و اینا چند آقا؟ چیا؟ جوجوشو پایین چیه؟ میوه ها کدوها 25 تومن دونه. 5 تا. علی اینو بده با خانم. یه سفید دیگه بده. عوض کنم. این سفید نداره؟ نه. راشته تموم شده؟ این ستایی ها چند آقا؟ گلدون رو میگه اینا نمیشه فرداش میاری کارش رو میگیری. ایول درسته. ایول. اینو میگی؟ کیفه چه لاف دارم تو لاف
آقای هندونه چند؟ این مشتریه 130 میزنی. عبدالله دستگاه پیشتوه بکش. کدوه چند؟ اونم حسین دستگاه داداشون کدو چند میزنی برای اونا اینه که گلاشه. اونا مال منی، مال روبروی میگه 260. الان دوتا مشتری حالا میادشونم بهش بگو یه ساعت و نیم دیگه. حاجی خسته نباشید. حاجی سواده چنده؟ مال اون روبروی میگه 400. 400 تومان. برای چی؟ من این نهارشو رو جنگ بزن به این تردیگه اینه به بهتر از اینه. من جنگ میزنم خوراک رو بیارم. چی نیه؟ برنج درش برو با آقا نمیست جان محسن پول محسن چیکار داری؟ من آماده که شد با تمامش میارم برای خودم. فردا میشه بیایی؟ چون امروز خراب میشه. متشکرم عزیزم. خداحافظ. آره فرستادم. جا برگ چیز از این باقو میوهش در میاد هلوش میوهش رو خودمون بیاریم. 1,700 میوه خودمون بیاریم.
باشه من یه سینی بزرگم بیارم دوتایی با هم بشه. جسه میخواد بشش. مگه من اولین پیشنهادی که بهش دادم همین بودش. ناکنید اینی که ما الان زدیم تو کارمون، ناکنید این کاری که ما زدیم اصلا داستانش همین بوده. میبینی سینی کوچولوه. خب ما این الان تو پیجمون داریم 2200 میفروشیم. خب کوچیکه. چرا میبرن خونه که طرف مهمونی میبرن. اینو کسی برای عروس به این سایز نمیتونه ببره. مگه که کوچیکشو برای جای آجیلش انجام بده. خب این هزینه مثلا حالا این که بازارگاه که خیلی ارزون بازار میشه یه تعیین شده عروس دارن دیگه اصلا نمیشه. شادی رو باید نگه داشت. اونم اومدن رسم. بیشتر بازش کنم بزرگه یه ردیف دیگه. میدونی یه ذره وسطشون خالیه کوچیک هم خیلی فردا دیر بیای دوباره میبینی همش رفته. اینا رو گفتی چند؟